عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. خوش آمدین به چینل درگ میدیا. امیدوار هستم که همه شما عزیزان لباس عافیت بر تن داشته و از گزند روزگار در امان باشید. همچنان دوستان عزیز، برای حمایت از ما و کسب معلومات خوبتر و بهتر در مورد ادویجات لطفاً کانال ما را لایک و سابسکرایب نمایید. هدف ساختی کانال فقط و فقط برای ارائه معلومات درباره ادویجات سریری می باشد. بنابراین دوستان عزیز، ادویه که خواستم درباره آن معلومات بدهم ادویه دیازپام است. دیازپام از جمله ادویجاتی است که در تداوی کوتاه مدت اضطرابات، تشوشات عقلی، اختلالات ناشی از تب و بیخوابی استفاده می شود. عزیزان، اشکال دوای دیازپام شامل تابلت های 2 میلی گرم، 5 میلی گرم، 10 میلی گرم و امپول های 2 میلی لیتر حاوی 5 میلی گرم دیازپام موجود است. طبعا هر ادویه دارای عوارض جانبی نیز می باشد که عوارض جانبی دیازپام شامل سرگیچی، احساس سبکسری، اختلال، فراموشی، اعتیاد به دوا، عدم حفظ موازنه خصوصا در کهنسالان و همچنان سرچرخی شامل عوارض جانبی دیازپام است. عزیزان دل، اشخاصی که امراض تنفسی، ضعف عضلی، وابستگی دوایی دارند، همچنان در موجودیت تشوش وظیفوی کلیه و کبد باید بسیار با احتیاط نظر به هدایت دکتر مربوطه از این ادویه استفاده کنند. مقدار این ادویه در اضطرابات برای کهنسالان از طریق فمی 2 میلی گرم 3 مرتبه در روز توصیه می شود که می توان مقدار دوا را الی 5 تا 10 میلی گرم 3 مرتبه روزانه افزایش داد. و برای کاهلان در بیخوابی و اضطرابات 5 تا 15 میلی گرم در هنگام استراحت توصیه می شود. اما بهتر است قبل از توصیه ادویه خواب آور مریضان را با تعلیمات و بدون توصیه دوا تداوی نمود. همچنان تمرینات فیزیکی خفیف از طرف عصر، پرهیز از نوشیدن چای، قهوه و کولا مؤثر می باشد و کمک می کند که یک خواب راحت داشته باشید. ممنون که تا این دم با ما بودین. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.